متاسفانه جنگ شهروندی در تاجیکستان به اقتصادیات کشور زیاده از 10 میلیارد دلار ضرر رسانید. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان هزاران خانه ها را سوختند و از همه علام‌آورش آن بود که در سالهای جنگ شهروندی 157,000 هم‌ملتان ما کشته شدند. بابای غفور سلاموی 96 ساله را در این جنگ فرزند و کلینش را کشتند. اینمی تریزه در در جای خوش زدنش اگر درزدن دلادن 35 تیری رفته بعد در بالاش خوبی کردن. در بالای خودش هم خودش زنش نصیب تقدیر خدا بوده شد این همیده کشتن پرداختن. بعد که ایره کشتنش دیگه هیچ زعیده نمون. 4 کودک کلونی 8 ساله 9 ساله بگرد ما دخترکاشان رنی کردن به تابش خود بیمونو. ما مجبور شدیم که با اومدیم ما را کتا کردیم. در آن سالها دیگر گناهگار و بیگناه برای یکدیگر دشمن شدند. حالا شاید باور نکردنی باشد که تاجیک از دست تاجیک کشته شود، ولی آن سالها دیگر بود. تاجیکان به سر یکدیگری یراق کشیدند و یکدیگری را به بدترین شیوه قتل کردند. خیلی چشکم که یگان جنده بدرو با جوشه که های اومده ایستادن چی نکنن گفتیم من چی گناه دارم که میکشنم. اومدن در خونه بچه میده حکیمه 1.5 ساله بود بغلش بود افتمد در اینجا دختن بچه ما گرفتن بغلش دنگل کردن بردنش. اول کودکان اشارت کرد که مقصد نیوقفم که مقصد نپرونن. او گفت دهنش کاخشی دارد مکالک آوش دادم پیش از این یا دم داشت ترکت ستوشو پشتی سر کردن و اینجا پروندنش.